Rıza Zarrab muhtemelen evleniyor ve nişanlandı آمریکادا. ابرو گونداش همینجوریش هم حال روحی خوبی نداره، چه برسه اینکه بشنوه رضا زراب مجدد داره ازدواج میکنه. خبر جنجالی هست، با سال 2017 همراه باشید. ابراهیم تاتیساس امپراتور صدا به عروسی دعوت شده. اونم چه عروسی؟ عروسی رضا زراب در میامی آمریکا. بله، رضا زراب که تو ترکیه حتی بیشتر از ایران شناخته شده است، به خاطر داستانهاش با ابرو و گونال همیشه تو صدر اخبار و حواشیه. این روزها خبرهای مربوط به عروسی رضا زراب در حالی داره پخش میشه که گفته شده بود به دلیل جرایم اقتصادی در آمریکا هم در حال گذراندن دوران محکومیتشه. نگو که رضا زراب حالش خیلی هم خوبه، آزاده، دوباره عاشق شده و بعد از ابرو گوندش مجدد میخواد تجدید فراش بکنه. رضا زراب در حالی که با آذری کزه یعنی گونال نامزد کرده بود، با ابرو گوندش به نامزدش خیانت میکنه و مدتی بعد این دو با هم عروسی کردن. البته که تو چند تا ویدیو به طور مفصل به این موضوعات پرداختیم، اگر دوست داشتین حتما سری به اون ویدیوها بزنید. رضا زراب و ابرو جدایی پرحاشیه داشتن و زراب به خاطر جرایم اقتصادی تو ترکیه دستگیر شد. البته گفته میشد که بخشی از ثروتش رو برای اینکه از مصادره در امان نگه داره به نام ابرو گوندش کرده بود. مدتی هم خبر خیانت رضا زراب و حادثه خواننده پرحاشیه ترکی تو ترکیه مثل بمب ترکون که به این موضوع هم تو ویدیویی پرداختیم. گفتنیه که خبر هدیه‌های مختلفش به حادثه از جمله یه ماشین گرون قیمت به بیرون درز کرده بود و خیلی ها عقیده داشتن که حادثه میخواد با رضا زراب ازدواج بکنه و دلیل این خواسته هم چیزی جز ثروت عجیب و غریب رضا زراب نیست. خبری که به شدت وجهه حادثه رو تو ترکیه خراب کرد. اما با رفتن رضا زراب از ترکیه حواشیش همچنان ادامه داره. رضا زراب در حال برگزاری مقدمات عروسیش با معشوقه جدیدش در میامی آمریکا هست و ابراهیم تاتلیساس مهمون اختصاصیشونه. رضا زراب با دختری به نام دلارا آرتین که اهل بورسای ترکیه هست و سالها در آمریکا زندگی کرده قرار ازدواج بکنه. منابع خبری ترکیه گفتن که نامزد رضا زراب گفته طالب یک عروسی به یاد موندنی هست. این عروسی با شکوه قراره که در 3 شبانه روز و در هتلی مجلل و 5 ستاره در میامی آمریکا برگزار بشه. البته ابراهیم تاتلیساس و همراه دریا تونا همسر سابقش و مادر ایدو تاتلیساس به این مراسم دعوت هست. گویا دریا از محل برگزاری عروسی فیلم کوتاهی رو منتشر کرده. مهمون‌ها پیشاپیش دارن با پروازهایی که هزینه‌اش توسط خود زراب پرداخت شده به این هتل میرسن و ابراهیم تاتلیساس و همسر سابقش دریا تونا هم یکی از اون مهمون‌ها هستن. گفته میشه که ابراهیم به عنوان شاهد در این مراسم عقد حضور داره. البته مراسم اصلی 1-2 روز دیگه قراره برگزار بشه، ولی مهمون‌ها زودتر رفتن تا بتونن از اقامتشون در هتل 5 ستاره و میامی لذت ببرن. حالا یه سری از رسانه‌های ترکیه ادعا کردن که این ازدواج نمیتونه یه ازدواج ساده باشه و حتما دلیلی پشتشه. مجری برنامه سلبریتی محور سویلم از سمولماز ادعا داره که رضا زراب آدمی نیست که به این راحتی ازدواج بکنه و اصطلاحاً دم به تله بده. ترجیح میده تو هر ازدواج هر رابطه‌ای سودی هم به خودش برسه. پس احتمالاً خانواده این دختر خیلی خیلی ثروتمند هستن. البته این صرفاً یک احتماله. و اما یکی دیگه از اتفاقات عجیب این مراسم عروسی، شنیده ها حاکی از اینه که دمت اکالین هم توی همون تاریخ رفته میامی و این همزمانی نمیتونه اتفاقی باشه. به قول رسانه ها اگر دمت اکالین صرفا برای سفر و تفریح ترکیه رو ترک کرده، آیا حتما باید میامی رو به عنوان مقصد سفرش انتخاب میکرد؟ پس احتمال اینکه دمت هم یکی از مهمانهای این عروسی باشه خیلی زیاده و متاسفانه این خیلی جای تعجب داره، چون اون دوست صمیمی ابرو هست و طبق ادعای خودش به خاطر ابرو حتی با حادثه هم حرف نمیزنه. پس آیا جایزه که به مراسم عروسی همسر سابق ابرو بره؟ در عین حال خبرنگار این برنامه حرفی زد که بسیار شوکه کننده بود. اون گفتش که چندین نفر از افرادی که توی کار و حرفشون به شدت مدیون ابرو بودن هم تو حرکت عجیبی دعوت زراب رو به عروسی قبول کردن و به میامی رفتن، اما اسمی ازشون نیاورد. خلاصه که خبر روابط جنجالی و ازدواج‌های مجدد و مکرر رضا زراب تمومی نداره
و به نظر میرسه باید منتظر خبرهای بیشتری در این رابطه باشیم. اگر مراسم عروسی برگزار شد حتما یه ویدیوی جدید براتون میسازیم. متشکرم که همراهمون بودید. حتما نظراتتون رو برامون بنویسید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.